سلام به همگی. داشتم واسه خودم لایو اکشن آواتار آخرین بادافزا رو نگاه میکردم که با خودم گفتم خیلی کوشیره و بعد یادم افتاد که همه لایو اکشن ها شخمیم و به این نتیجه رسیدم که یه ویدیو بسازم. سوال اول، چرا کمپانی‌های بزرگ مثل دیزنی و نتفلیکس به جای اینکه از خلاقیتشون استفاده کنن و یه محتوای جدید به بازار بدن از کارتون‌های قدیمی موفق برای جلب مخاطب استفاده میکنن؟ پول و کونه گشاد. متاسفانه تو دور و زمانه‌ای هستیم که کسی به هنر و محتوای خوب اهمیت نمیده، فقط اونی که سریع به بازار میاد رو همه میخوان. یه زمان یه نقاشی سالها زمان میبرد که تکمیل بشه، ولی الان یه هوش مصنوعی. بنابراین نویسنده با خودش میگه چرا من باید ساعت‌ها وقت بذارم برای ساخت کاراکتر، داستان و دیالوگای جدید در صورتی که میتونم یه دونه حاضر آماده‌اش رو استفاده کنم. و خانم‌ها آقایان معرفی میکنم کوزوشر. حقیقت اینه که دنیای انیمیشن یه حال و هوای خاصی داره که به هیچ عنوان نمیشه با دنیای واقعی مقایسه کرد و من واقعا دلیل ساخت این همه لایو اکشن که هیچ کم درخواست نکرده رو نمیفهمم. کارتون مولان رو یادتونه؟ یه دختر وسط اون همه مرد تک افتاده بود ولی در نهایت با هوش و ذکاوتش موفق شد چین رو از دست مغول‌ها نجات بده. اشک در چشمانم جمع شد. و تو لایو اکشن مولان ما یک قرمساق رو دیدیم که از همون اول کارش درست بود و در نهایت هیچ رشدی برای کاراکتر وجود نداشت و در نهایت هیچ کی هم ازش خوشش نیومد. من اگه بخوام راجع به تمام لایو اکشن ها صحبت کنم تا صبح طول میکشه، ولی یه چند تاشو میگم. تو همین سریال آواتار ساخته نتفلیکس مثلا کاتارا رو در نظر بگیریم. تو کارتون کاتارا یک شخصیت دوست داشتنی، دلسوز، باهوش و بالغ بود و یه جورایی حکم مادر برای کل تیم رو داشت. ولی تو لایو اکشن کاتارا یکی از بی‌خاصیت ترین، بی‌مصرف ترین و به درد نخورترین شخصیت کل تاریخ تواریخ بود. تو کارتون پیتر پن وندی تنها کسی بود که قبول نکرد بچه بمونه، چون تنها فرد بالغی بود که حقیقت رو میدید و برای همین پیتر متقاعد شد که پسرای گم شده رو برگردونه. ولی تو لایو اکشن نه تنها پسرای گم شده پسر نبودن، وندی زورو بود تا وندی. تو کارتون سیندرلا پری قصه به شکل مادری که سیندرلا هیچ وقت نداشت ظاهر شد، ولی تو لایو اکشن خیلی کار کیریه تخمی. یه لحظه اجازه بدین. های به آخه مادر، جراحاتی که روح و روان من از تماشای این فیلم ها دید جبران ناپذیر است. خواهشاً پاسخگو باشید. متاسفانه تو دوره بدی از رسانه زندگی میکنیم. مثلا قبلا تو فیلم ها و کارتون ها به ما درس شجاعت و از خودگذشتگی نشون میدادن، ولی الان شده